تظاهرگران دو گروه مخالف در نزد وزارت محیط زیست مولداوا جمع آمدند و از یک طرف شکارچیان و از طرف دیگر حامیان حقوق حیوانات. بعضی از صیادان که از گوشه‌های دوردست مولداوا برای پیوستن به تظاهرات آمدند، قرار وزارت برای منع شکار بعضی از نوع‌های پرنده و خرگوش‌ها را تنقید کردند. وزارت میگوید برای زیاد کردن این نوع جانوران و پرندگان چنین قرار قبول کرده. صیادان مولداوا خواستار استعفای وزیر محیط زیست شدند، اما از طرف دیگر حامیان حقوق با چنین مضمون شعار داشتند که حیوان‌ها هم حق زیستن دارند. در غرب اوکراین صدها نفر از افسران پلیس با افراد درگیر شدند که در منطقه والین به استخراج غیرقانونی انبر مشغولند. افسران پلیس برای پراکنده کردن این مردم اول به هوا تیر انداختند، سپس 100 نفر را دستگیر کردند. مقامات اوکراین سعی دارند از استخراج و جمع‌آوری سنگ گرانبهای انبر در این منطقه جلوگیری کنند. سنگ انبر از قدیم برای ساختن جواهرات استفاده می شود و به گفته وزارت امور داخلی اوکراین، گروه‌های جنایی از حساب استخراج این سنگ در اوکراین سالانه تا $0.5 میلیارد به دست می‌آورند.